از این آدمان دست بکش و برو از همه اونهایی که خوب بودنی تو رو نمیخواهند. دست بکش و برو از هر جایی که خاطره بد دارد. دست بکش و برو از هوایی که تو را در سرده خود بدتر و بدتر میکند. دست بکش و برو. آدمان این دنیا بدن، خوب بودنی تو رو نمیخواهند. همین که لبخند زدی میکشند تا اون خوشیت را برباد بدهند. همین که تنها راحت باشی میکشند تا در دنیای پرغوغای خودشان واردت کنند و تنهایت را برهم بزنند. همین که به هیچ کس اهمیت ندادی میکشند تا ملامتت کنند، تا مورد توجهت قرار بگیرند. همین که کمی رنجیدن در حال از زندگیشان خطت میزنند، در حال برای خطی سیاه همراحت میکنند، در حال تمام خوبی هایت را فراموش میکنند و برایشان میشوی آدمی بد. هیچ کس درک نمیکند که تو برای خوب بودنی همه خوبی خودت را فراموش کرده ای. تو برای خوب بودنی همه خودت را فدایی کرده ای. تو برای دیگران زندگی داری، نه برای خودت. این را فراموش میکنند و مجبورت میکنند فقط خودم بگویی، فقط در فکر خوبی خودت باشی و خلاص. و این مجبورت میکنند و باز برایشون میشوی آدمی خودخواه، آدمی بد، آدمی پرغرور. من حیرانم. همه میگوید من خوبم. مادامی که ما همه خوب باشیم چرا ظلم است؟ چرا بدی است؟ چرا نفرت و کبر و غرور است؟ چرا غیبت و دشمنی است؟ چرا؟ اینها رو کی میکند؟ که آدمان همه از هم خسته شدند، همه دلگیری هم شدند، همه دل شکسته شدند، همه در قلب و در وجود و در نگاه خود غم و درد و الم دارد. کی این رو میکند؟ ما همه که خوب باشیم چرا داریم بعضن از شکستی هم رنج میکشیم؟ کی این رو در حق ما میکند؟ البته که خودمون. پس بیا قبول کنیم که ما خوب نیستیم، ولی وعده دهیم که خوب میشویم. خوب باش، خوب شو، خوب میشویم. خداوند دوست می‌دارد هر کی را که خوب است. بیکوش تا خداوند دوست داشته باشد. بیکوش انسان، بیکوش که خوب باشی. بیکوش.